سلام دوست خوبم، یک سوال ازت دارم. تا حالا برات پیش اومده با خودت بگی چرا هرچی تلاش میکنم باز زندگی همون جوریه که بوده؟ چرا یک جاهای انگار قفل شده و هیچ دری باز نمیشه؟ اگه این حسو داشتی این ویدیو دقیقاً برای توه، چون امروز میخوام یکی از بزرگترین رازهای زندگی رو باهات در میون بذارم. رازی که وقتی بفهمیش میتونی ورق رو برگردونی و به جای اینکه زندگی تو رو بازی بده، تو بازی زندگی رو بلد باشی و برنده بشی. ببین عزیزم، زندگی دقیقاً مثل یک بازیه، اما نه یک بازی شانسی که بگی هرچی شد. نه، این بازی قانون داره. مشکل خیلیامون اینه که بدون اینکه قوانینش رو بلد باشیم واردش شدیم. میشه که کلی تلاش میکنیم، انرژی میذاریم، ولی باز آخرش نتیجه دلخواهمون رو نمیگیریم. حالا اولین و مهمترین قانون این بازی چیه؟ قدرت کلام و افکارمون. آره، همین چیز ساده‌ای که هر روز تکرارش میکنیم. شاید باورش سخت باشه، ولی کلماتی که توی روزمره به زبون میاریم آیندمون رو میسازن. مثلا فکر کن زنی که هر روز به خودش میگه من نمیتونم، من همیشه بدشانسم، من پول ندارم. اینا مثل بذرهایی هستن که میکاره. معلومه که چند وقت بعد همونا به شکل واقعیت زندگیش در میان، چون داره هر روز خودش رو با کلماتش برنامه ریزی میکنه. حالا یه زن دیگه رو تصور کن که حتی توی سختی ها هم به خودش میگه من قویم، من میتونم. زندگی پر از فراوانیه و سهم منم هست. فرق این دوتا زن رو میبینی؟ یکی با کلامش درها رو میبنده، یکی دیگه با کلامش کلید میسازه و درها رو باز میکنه. فلورانس یک جمله فوق‌العاده داره، میگه کلام تو عصای جادویی توه. یعنی با همین کلمات ساده میتونی معجزه خلق کنی. البته نه به این شکلی که همین فردا یهو همه چی عوض بشه. نه، کلمات درست مثل بذر هستن. امروز میکاری، فردا رشد میکنن و یه روزی به شکل واقعیت وارد زندگیت میشن. میدونه قشنگیش کجاست؟ اینکه برای شروع این بازی لازم نیست چیزی داشته باشی، نه پول زیاد، نه شرایط خاص. تنها چیزی که میخوای همینه که از همین الان تصمیم بگیری کلماتتو عوض کنی. به جای نمیتونم بگو میتونم. به جای هیچ راهی نیست بگو یک راهی پیدا میشه. به جای من شکست خوردم بگو من دارم تجربه جمع میکنم. وقتی اینو تکرار کنی کم کم میبینی زندگی داره بهت جواب میده. آدمای جدید وارد زندگیت میشن. فرصت هایی که هیچ وقت انتظارش رو نداشتی جلوی پات سبز میشن و حتی اعتماد به نفس و آرامشت چند برابر میشه. این یعنی اولین قانون بازی زندگی. مراقب کلمات و افکارت باش، چون همینا آیندت رو میسازن. دوست خوبم، اگه تو هم مثل من باور داری که زمانشه کنترل بازی زندگی رو به دست بگیری، همین الان شروع کن. هر روز یه جمله مثبت رو با ایمان بگو. شاید اولش مسخره به نظر بیاد، ولی وقتی ادامه بدی معجزه ها شروع میشن. توی ویدیو بعدی درباره قانون رفاه با هم صحبت میکنیم که کلید اصلی به دست آوردن پول و ثروته. اگه این حرفا به دلت نشست، خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنی و تو کانال من همراه باشی، چون این تازه اول راهه و قراره با هم قدم به قدم قوانین این بازی رو یاد بگیریم و
دنیامونو دوباره بسازیم. یادت باشه زندگی یک بازیه و تو میتونی برنده باشی.